بیننده های عزیز، به مناسبت 32مین سال روز کودتای ننگین هفتم ثور، محترم انجینیر فضل احمد افغان از شهر ونکوور کانادا مطلب را تحت عنوان چقدر جفا در حق ملت افغان به دفتر اتحادیه افغان‌های مقیم آنتاریو فرستادند که با ابراز سپاس و امتنان از ایشان اینک توجه شما را به آن جلب می‌کنیم. 31 سال قبل با ریختن خون سردار محمد داود خان شهید و تمام اعضای فامیلش توسط نوکران اغیار، جفا در حق ملت مظلوم و ستم دیده افغانستان آغاز و الا امروز به نیرنگ‌ها و دسایس مختلف توسط عده‌ای از نوکران فروخته شده که منافع شخصی را نسبت به منافع ملی بلندتر می‌دانند، با تبانی باداران خارجی نزدیک و دور خود خواستند که با افروختن جنگ دوامدار به نام‌های مختلف ملت مظلوم و بیچاره را به کلی مضمحل و غرور ملیشان را در هم شکسته و آنچه آرزویشان در افغانستان و منطقه باشد و پیش ببرند. از آغاز کودتای خونین ثور الا امروز ملت افغانستان به اقسام نیرنگ‌ها و فریبکاری‌ها به نام‌های مختلف در دوره‌های مختلف در چنگال یکیده وطن فروشانه که چنگالشان به خون بیش از 2 میلیون هموطن بیگناه ما سرخ است و هنوز هم در تلاش حفظ مقام و چوکی و گرفتن قدرتند و با مکیدن خون بیوه‌زنان، یتیمان، پیچ سفیدان، ریش سفیدان، معلولان، آوارگان، بیخانمان، مریضان، فقیران و معیوبان خود را چاق و چاقتر می سازند و از همه مهمتر حامیان خارجیشان که لاف دفاع از حقوق بشر و دموکراسی را میزنند نیز بسیار مهیلانه با چندین روی برای رسیدن اهداف شوم استراتژیکی و ژئوپلیتیکیشان برخلاف گفتارشان دست به اعمال خائنانه و فریبکارانه غیر انسانی و خلاف دموکراسی میزنند و در تلاشند که اگر به خون آخرین فرد افغان هم باشد باید به اهداف شومشان در منطقه و جهان برسند. جفاست که به تعقیب جفا در حق ملت درددیده و ستم دیده افغان صورت میگیرد که اینک به صورت فشرده بعض جفاها را که در حق ملت افغان صورت گرفته ذیلا مطرح می‌دارم. امید سبب رنجش خاطر هموطنان عزیز نشوم. آیا کودتای خونین کمونیستی هفتم ثور 1357 هجری شمسی با سردمداری حفیظ الله امین و پشتیبانی اتحاد جماهیر شوروی وقت و شهادت سردار محمد داود و فامیلش که یک رئیس جمهور مدبر، پاک، با تقوا، وطن دوست، با دید وسیع برای انکشاف و ترقی مادر وطن عزیز ما افغانستان بود، جفا در حق ملت ستم دیده افغان نبود؟ آیا تجاوز بیشرمانه و کشتارهای غیر انسانی قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی وقت در ماه دسامبر سال 1979 میلادی که مغایر تمام تعهدات سابقه‌اش با افغانستان و منشور ملل متحد بود، جفا در حق ملت بی‌دفاع افغان نبود؟ آیا کشتارهای انفرادی و دست جمعی، زندانی ساختنها، شکنجه‌ها، زنده به گور کردنها، به دریاها غرق کردنها، از هوا پرتاب کردنها، خرابی قصبات و دهات، توهین و تحقیر کردنها، ماین کشت کردنها و بالاخره آواره و در بدر نمودن میلیون‌ها افغان از آغوش گرم و پرمحبت مادر وطن به سرزمین‌های بیگانه در دوره زعامت نوکران اتحاد جماهیر شوروی وقت جفا در حق ملت مظلوم افغان نبود؟ آیا تقسیم بندی ملت واحد افغان به نام‌های قوم، منطقه، لسان و مذهب برای رسیدن اهداف شوم خارجیان و نوکرانشان جفا در حق ملت واحد افغان نبود؟ آیا تقسیم بندی برادران مجاهد و آوارگان در پاکستان و ایران تحت رهبری جنایتکارانی که هر یک از خود کشتارگاه‌ها و زندان‌ها داشتند و آنچه از جهان به نام جهاد و مجاهدین کمک می‌شد پول آن در حساب‌های بانکی شخصیشان انتقال می‌گردید، جفا در حق مجاهدین واقعی و مهاجرین افغان نبود؟ آیا وارد نمودن نوکران پاکستانی، امریکایی و عربی در سال 1992 میلادی به نام مجاهدین و آغاز خرابی قلب مادر وطن یعنی کابل زیبا، قتل عام بیش از 65,000 شهریان مظلوم کابل با بی‌عزتی‌ها،
و بی‌حرمتی‌های غیر قابل تصور انسانی، تاراج و به غارت بردن هست و بود مادر وطن و فروختن آن در مارکت‌های پاکستانی و محو کلی قوای نظامی و امنیتی مجهز افغان در منطقه، جفا در حق ملت بلاکشیده افغان نبود؟ آیا وارد نمودن گروه تاریک دیگری به نام طالب از پاکستان در سال 1996 میلادی که نه از اسلام آگاهی داشتند و نه از افغانیت و افغانستان را به یک دوره قهقرایی سیاه و تاریک به طرف وحشت و بربریت سوق دادند، جفا در حق ملت درددیده افغان نبود؟ آیا آغاز بمباردمان‌ها و کشتارهای غیر مسئولانه و غیر انسانی قوت‌های نظامی آمریکا و انگلستان در سال 2001 میلادی در ولایات بلخ، قندوز، اروزگان و قندهار جفا در حق ملت بی‌دفاع افغان نبود؟ آیا دایر نمودن کنفرانس مصلحتی و تشریفاتی بن در آلمان بدون موجودیت نمایندگان واقعی ملت افغان و انتخاب آقای حامد کرزی به حیث زعیم و تشکیل حکومت موقت مصلحتی و تشریفاتی که متشکل از عده زیاد جنایتکاران و ناقضین حقوق بشر بودند، جفا در حق ملت بیچاره افغان نبود؟ آیا لوی جرگه مصلحتی برای انتخاب رئیس جمهور دوره موقت که آقای حامد کرزی را رئیس جمهور دوره موقت ساخت و با دیگر جنگسالاران و ناقضین حقوق بشر سرنوشت ملت رنج دیده ما را به دستشان داد، جفا در حق ملت بیگناه افغان نبود؟ آیا تدوین قانون اساسی یعنی وثیقه ملی افغانستان بدون در نظر داشت شرایط اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی افغانستان زیر برچه امریکا جفا در حق ملت گروگان گرفته شده افغان نبود؟ آیا انتخاب آقای حامد کرزی به حیث رئیس جمهور در دور اول انتخابات ریاست جمهوری با مشوره‌های پشت پرده قدرت‌های ذی‌دخل جفا در حق ملت مضمحل شده افغان نبود؟ آیا انتخابات ولسی جرگه به زور و زر و مصلحت‌ها خلاف هدایات مواد قانون اساسی جفا در حق ملت تشنه اتحاد و صلح افغان نبود؟ آیا ظلم، ستم و بی‌عدالتی که به انواع مختلف در نقاط مختلف کشور در حق زنان صورت می‌گیرد، جفا در حق زنان برده‌بار و با شهامت افغان نبوده و نیست؟ آیا تشکیل جبهه متحد ملی که در ولسی جرگه نام نهاد برای عفو عده‌ای از جنایتکاران و ناقضین حقوق بشر داخل و خارج ولسی جرگه به نام مصالحه ملی فیصله صادر نبودند در حق یتیمان، بیوه‌زنان، معیوبان، معلولین، مادرانی که فرزندان، فرزندانی که مادران، خواهرانی که برادران، برادرانی که خواهران، پسرانی که پدران و پدرانی که پسران خود را در کشتارهای ظالمانه و غیر مسئولانه از دست دادند و خانه‌هایشان به خاک و خون کشانده شده و یا از خانه‌هایشان رانده آواره و در به در گردیدند، جفا در حق ملت افغان نبود؟ آیا اجازه دادن به مافیای مواد مخدره و تشویق کشت، پروسس و قاچاق تریاک و چرس در افغانستان جفا در حق ملت مسلمان افغان نبوده و نیست؟ آیا معتاد نمودن بیش از 1 میلیون مرد، زن و طفل مظلوم و بیچاره افغان به استفاده از مواد مخدره جفا در حق ملت افغان نبوده و نیست؟ آیا محروم نمودن افغانان دانشمند با تجربه کاری و با تقوا از سهمگیری فعال در امور مملکتی جفا در حق سرمایه‌های ملی افغانستان نبوده و نیست؟ آیا انتخابات دور دوم ریاست جمهوری با تقلبات انکارناپذیر و مقرر نمودن مجدد آقای حامد کرزی به حیث رئیس جمهور افغانستان توهین و جفا در حق ملت افغان نبود؟ آیا سرازیر شدن بیلیون‌ها دلار به نام کمک‌های جهانی به افغانستان و ریختن آن به جیب‌های کیسه‌بران داخلی و خارجی جفا در حق ملت غریب و فقیر افغان نبوده و نیست؟ آیا بمباردمان‌ها، کشتارها و خانه خرابی‌ها
توسط قوت‌های نظامی خارجی در افغانستان جفا در حق افغان‌ها نبوده و نیست؟ آیا صدها بیلیون دلار آمریکایی و پوند انگلیسی مصرف قوای نظامی و ساختمان پایگاه‌های نظامیشان در افغانستان در عوض ایجاد زیربناهای اقتصادی، نظامی و اجتماعی برای ملت افغانستان که بیش از 60% آن در سطح پایین از فقر زندگی می‌کنند، در حق ملت فقیر و بیچاره‌ای که از بیخانگی، گرسنگی، مریضی، بی‌تعلیمی، گرمی، سردی، آوارگی، دربدری و بیکاری به آرزوی یک لقمه نان، یک جرعه آب صحی، یک دانه اسپرین، یک کلبه گلی و یک پارچه لباس کهنه آمریکایی سر جاده ها می‌میرند، جفا در حق ملت افغان نبوده و نیست؟ آیا کشتارهای غیر انسانی و غیر اسلامی که توسط حملات انتحاری و بمبگذاری‌های تروریست‌های خارجی طالبان و احزاب اسلامی و حقانی صورت می‌گیرد، جفا در حق ملت بی‌دفاع افغان نبوده و نیست؟ آیا فیصله کنگره امریکا که باید ترکیه با مرتکب شدن نقض حقوق بشر سال 1915 میلادی در مقابل ارمنی‌ها غرامات جنگی را بپردازند و در مقابل چشم‌پوشی از جنایات جنگی و نقض حقوق بشر که در افغانستان در 31 سال اخیر صورت گرفته و دوام دارد، جفا در حق ملت افغان نیست؟ آیا نه‌آوردن یک کابینه غیر مصلحتی که به اساس معیار و محک علم، دانش، صداقت، پاکی، وطن‌دوستی، تجربه کاری، تقوا و دید وسیع از افغانستان و جهان باشد، جفا در حق ملت ترقیخواه و صلح‌جوی افغان نیست؟ آیا مداخلات بیشرمانه و غیر اسلامی و غیر انسانی همسایگان در امور افغانستان جفا در حق ملت افغان که بجز از دوستی و برادری متقابل دیگر چیزی آرزو ندارد نبوده و نیست؟ آیا رویه غیر انسانی و غیر اسلامی که با مهاجرین افغان در پاکستان و ایران صورت می‌گیرد و پاکستان حق زندانی نمودن افغانان را برای خود و ایران حق اعدام افغانان را برای خود می‌دهد، جفا در حق ملت افغان نیست؟ آیا تأسیس مکاتب و پوهنتون‌های نمایشی و تبلیغاتی بیشمار در نقاط مختلف کشور بدون موجودیت تعمیرات، معلمین ورزیده و مسلکی و کتب درسی جفا در حق ملت بی سرنوشت افغان امروزی و فردا نخواهد بود و نمی باشد؟ بله، گفتنی ها زیاد است. آنچه از جفاها گفتم قطره از بحر بود. من می توانم کتاب ها درباره جفاهای نوکران خودکش بیگانه پرست افغان خود ما که کفش های شرق و غرب را پاک می کردند، همسایگان، کشورهای عربی، امریکا، انگلستان، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی وقت و فدراسیون روسیه امروزی، چین، ترکیه، هند و حتی سازمان ملل متحد بنویسم. اما چه کنم که پیچیدن بر دردهای مادر وطن و جفاهایی که در حق آن صورت گرفته، قلب شکسته و مریضم که بیش از 50% آن کار نمی کند، برداشت بیان بیشتر از این را ندارد. لذا فعلا در اینجا گفتار خیش را خاتمه داده و میگویم یار زنده و صحبت باقی. در اخیر دعای من این است که خداوند یگانه و بی‌نیاز به ملت با شهامت اما نهایت مضمحل افغان قدرت و توانایی بدهد که به حیث یک کشور آزاد و مستقل خود سرنوشت خود و آینده مادر وطن را تعیین و ملت مظلوم افغان را که جفاهای بیشمار یکی پی دیگری در حقش صورت گرفته در روشنی علم و معرفت به طرف سربلندی ها و افتخارات زیاد سوق دهد. روح و روان تمام شهدای راه آزادی به شمول مرحوم سردار محمد داود و فامیلش خوشنود باد و من الله توفیق.